باری دیگر درود میفرستم به همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا دارند. عذر برای مشکلات فنی و امیدوارم که حالا این مشکلات برطرف شد و شما ما رو هم میبینید و هم میشنوید. شالوی گلخوجه هستم از دفتر مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ در خدمت شما عزیزان و ساعت حالا با وقت اینجا 10:04 است. در دوشنبه باشد همین حالا ساعت 10:02 معذرت و در مسکو 12:04 و فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر باز من همه شما عزیزان رو منتظر میشوم در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی که سرشار از خبرگزاری شوی جالب و مهم است و مطمئنم که شما چون همیشه در این برنامه که 15 دقیقه است ما رو همراهی خواهید کرد. آشوب در زندان شهر خوجند شب گذشته در یکی از زندان‌های این شهر اسیان سر زد و بعد چند ساعت آن را پخش کردند، اما با گذشت بیش از نیم روز تا به حال مقامات قدرتی تاجیکستان حادثه آشوب را در زندان خوجند رسما شرح ندادند، ولی طبق اطلاع دریافتی یک کمیسیون تأسیس شده است که آن قضیه را تحقیق میکند. باید بگم که در پی آشوب در زندان یک کارمند محبس که باعث نوزیر کار میکرد کشته شده است. درباره هویت این نوزیر کشته شده ما در برنامه خبری برایتان معلومات بیشتر خواهیم داد و همچنین میبینیم که شاهدان این حادثه به رادیو آزادی چرا نقل کردند. همکاری ما در شهر خوجند به واسطه با شاهدان این آشوب صحبت داشتند و این صحبت را ما بعد 3 ساعت دیگر در اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت. طلب جزای سخت برای گناهکاران تجاوز به ناموس حکومت تاجیکستان علاقه طرح سخت‌تر نمودن مجازات را به پارلمان پیشنهاد نموده است. این طرح همچنین افرادی را که قربانیان تجاوز به ناموس را به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا سپید مبتلا میکنند فرا میگیرد. در تاجیکستان چند حالت تجاوز به ناموس ثبت شده است و ضرورت پیشنهاد سخت‌تر نمودن جزا برای این نوع جنایت در چی بود در برنامه برایتان خواهیم گفت. تنها همین را یادآور میشوم که موضوع آزار جنسی در جامعه تاجیکستان خیلی بحث برانگیز است. قانون‌های کشور البته برای این گونه جنایت‌ها جزا را پیش بینی می‌کنند، ولی این جزا در صورت تطبیق می‌شود که قربانی‌های جنایت در این باره صدا بلند و خادمان حفظی قانون هم همه شکایت‌ها را جدی و منصفانه بررسی کنند. آنهایی که از معرکه اخیر جلوگیری از آزار لفظی و تحقیر زنان در کوچه و خیابان‌های دوشنبه پشتیبانی کردند میگویند بد اخلاقی جوانان و به جزا ماندن آنها راه را به جنایت‌های سنگین شهوانی باز می‌کند و طوری می‌بینید ما این موضوع را حتما در برنامه خبری مطرح خواهیم کرد و از این خاطر ما را همراهی کنید. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست نوبتی شورای امنیت دست جمعی سپات صبح 8 نوامبر به شهر استان سفر کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری این سفر در این سفر ملی رحمان را وزیر امور خارجی، وزیر دفاع، کاتب شورای امنیت، یاور پرزیدنت در امور روابط بین‌المللی و دیگر افراد رسمی همراهی میکنند. یادآور میشم که پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در شهر تاشکند امضا شده. سال 2002 به سازمان پیمان امنیت دست جمعی تغییر نام کرد به عضویت این سازمان منطقوی سیاسی که هدفش تامین امنیت در قلمرو کشورهای عضو است. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل میباشند. استعفای داستانی کل آمریکا با درخواست دونالد ترامپ. جف سیشنز داستانی کل آمریکا استعفانامه خود را بر رئیس جمهوری آن کشور سپرده است. این هم در حالی است که دونالد ترامپ چند قبل گفته بود من داستانی کل ندارم. در این موضوع نیز ما در برنامه خبری صحبت انجام میدیم. اگر پشیمان گشتید برگردید و عفو میشوید، چون این وعده را مقامات تاجیکستان به پیوندان پیروان سلفیه دادند که در خارج کشور پناه بردند. با گفته مقامات در صورت صدقاً پشیمان شدن از کردار خود، سلفی ها طبق بند ویژه و ایضاح مخصوص کودکس جنایی مورد عفو قرار گرفته پروندهشان قطع می شود. خود جوانان تاجیکی عین حال در خارج از کشور هستند و با پیروی از جریان سلفی ابدار می شوند. به این پیشنهاد چی نظر دارند بعد 3 ساعت دیگر خواهید فهمید. ضمناً جریان تازه پیدای سلفی که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است، آخر سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمان اکستریمیستی اعلان شد. بنا به اطلاع مقامات در سال 2017 دادگاه ها 10 پرونده متهمان به تروریسم و اکستریمیسم را بررسی کردند. خب این هم باشد یکی از موضوعهای صحبت ما در برنامه خبری است که در آزادی ویدیو کانال
канали радио Зуди дар YouTube баъди камтар аз 3 соат дигар пешниҳоди шумо азизон мешавад, чун ҳамеша соати 1 бо вақти Прага, соати 3 бо вақти Русия ва соати 5 бо вақти душанбе, албатта бо назардошти вақти зимистон аст. ва ман ҳамаи шуморо даъват мекунам ки бо мо биёед ва аз хабару гузоришҳои тоза огаҳ шавед. ҳамчунин моро метавонед дар www.ozodi.org вебсайти расмии радио Зуди аст пайдо намоед ва ҳамин гуна саре бизанед ба шабакаҳои иҷтимоие ки мо онҷо саҳифаҳои худро дорем. албатта агар то шурӯи барномаи хабарӣ шумо низ азизон ягон хабар аксию ва наворе доштед ва мехоҳед ба мо бигӯед ва ба мо ирсол кунед, пас истиҳола накунед ва он маводеро ки шумо доред бо мо дар миён бигзоред ва мо онро ҳатман пайгирӣ хоҳем кард. ташаккур барои он ки моро тамошо мекунед ва то мулоқоти баъдӣ баъд аз 3 соати дигар.